سلام دوستان، وقتتون بخیر. علیپور هستم. همیشه با خودم فکر میکردم شاید یه سری بچه ها به مدرس یا مدرسه خوب دسترسی نداشته باشن و یا در توانشون نباشه که بتونن از پس هزینه های گزاف کلاس های خصوصی بر بیان. برای همین تصمیم گرفتم یه مجموعه کامل از آموزش های ریاضی رو براتون آماده کنم. تو این ویدیو قرار تمرینای صفحه 12, 13 و 14 چهارم رو حل کنیم. اما قبلش لازمه این درسنامه ها رو که پیش نیاز این صفحات هستن با هم دیگه یاد بگیریم. اگه از این آموزش خوشتون اومد لایک و کامنت بذارید تا ویدیوی چالش های سوالات امتحانی و آموزش پیشرفته تیزهوشانی این صفحات رو لینکش رو در دیسکریپشن براتون قرار بدم. ماشین ورودی و خروجی چیه؟ به این شکل و اجزای تشکیل دهنده اون خوب نگاه کنید. ببینید تو شکل بالا یه ماشین نمایش داده شده که عدد 3 رو به عنوان ورودی دریافت میکنه و با انجام یه کاری بر روی اون که اینجا اضافه کردن 7 واحد بهشه عدد 10 رو به عنوان خروجی به ما تحویل میده. ما به یه همچین ماشینی میگیم ماشین ورودی و خروجی که با گرفتن یه ورودی و انجام عملیاتی بر روی اون یه خروجی رو به ما تحویل میده. یه ماشین ورودی و خروجی میتونه چند تا ورودی و به ازای اون چند تا خروجی داشته باشه. مثال گفته با توجه به کاری که هر ماشین انجام میده خروجی اون رو مشخص کنید. این ماشین ورودی ها رو از اینجا دریافت میکنه و تقسیم بر 3 میکندشون و خروجی ها رو در سمت راست تحویل ما میده. 12 تقسیم بر 3 میشه 4. 9 تقسیم بر 3 میشه 3. مثال بعدی یه ماشین مساحتیاب مربع هستش. مساحت مربع چجوری به دست میاد؟ یک ضلع رو ما ضرب در خودش میکنیم تا مساحت مربع به دست بیاد. درسته؟ اینجا بس اگر ورودی ما که ضلع هست در واقع این رو بیایم ضرب در خودش کنیم، خروجی ما که مساحت مربع هست به دست میاد. 3 تا میشه 9 تا. 9 تا میشه 81 تا. 7 تا میشه 49 تا. ماشینای ورودی و خروجی تو این ماشینا حتما نیاز نیست که ما عدد رو به عنوان ورودی وارد کنیم و به عنوان خروجی عدد رو دریافت کنیم، بلکه ممکنه شکل‌ها هم به عنوان ورودی و خروجی این ماشین‌ها مورد استفاده قرار بگیرن. مثلا اینجا یه ماشینی داریم که یه مربع رو که اگر تحویلش بدیم 2 برابرش میکنه، یعنی میکنه 2 تا مربع. و این ماشینی که داریم هر شکلی که تحویل بگیره تقسیم بر 4ش میکنه. اینجا 4 تا مثلث داریم، تقسیم بر 4 میشه یه دونه مثلث. الان این ماشین رو داریم ورودی اینجاست و اینجا خروجیه. از ما خواسته بگیم که چه عملیاتی رو این ماشین داره انجام میده. این مربع رو نگاه کنید، داخلش 2 تا مثلثه و 2 تا مربع. این طرف یه مثلث یه مربع تحویل داده. اینجا هم 4 تا دایره داخلشه که 2 تا تحویلمون داده. در نتیجه میتونیم بگیم که این ماشین هر شکلی رو که تحویل میگیره اون رو تقسیم بر 2 میکنه. توجه کنید تو برخی موارد ممکنه خروجی یه ماشین داده شده باشه و از ما بخواین که ورودی اون رو تعیین کنیم.
تو این چنین مواقع ما باید جهت ماشین رو چیکار کنیم؟ برعکس کنیم و عملیاتی که اون ماشین انجام میداده رو برعکس کنیم. برای برعکس کردنش کافیه که ضرب رو به تقسیم تبدیل کنیم، تقسیم رو به ضرب تبدیل کنیم، جمع رو به تفریق و تفریق رو به جمع تبدیل کنیم. مثلا اینجا گفته با توجه به کاری که هر ماشین انجام میده ورودی اون رو مشخص کنید. اینجا یه دونه محیطیاب مثلث متساوی الاضلاع داریم. اگر ورودی ما ضلع باشه خب و خروجی ما محیط مثلث متساوی حالا اضلاع رو متساوی اضلاع باشه، خب برای اینکه بتونیم به دست بیاریم میدونیم که محیط مثلث متساوی الاضلاع که 3 ضلع برابر داره اندازه یک ضلع رو باید ضرب در 3 بکنیم. پس این ماشین ما داره چیکار میکنه؟ ضلع رو تحویل میگیره، ضرب در 3 میکنه تا محیط مثلث متساوی الاضلاع رو به ما بده. ولی ما اینجا ضلع ها رو نداریم، محیط ها رو داریم. چیکار میکنیم؟ ماشین رو برعکس میکنیم. یعنی اینجا که ضرب در 3 بوده ما تقسیم بر 3 میکنیم. حالا 15 تقسیم بر 3 میشه 5، 21 تقسیم بر 3 میشه 7 و 33 تقسیم بر 3 میشه 11. اینا رو انتقال میدم اینجا. نگاه کنید. الان میتونم به راحتی بگم که ضلع من 5 بوده که ضرب در 3 شده محیطش 15. ضلع من 7 بوده که ضرب در 3 محیط 21 رو به ما داده. ماشین ورودی و خروجی ترکیبی چیه؟ اگه خروجی ماشینی ورودی یه ماشین دیگه باشه به اون ماشین ما میگیم ماشین ورودی خروجی ترکیبی. مثلا اینجا گفته با توجه به کاری که هر ماشین انجام میده ورودی و خروجی اون رو مشخص کنیم. ما عدد 5 رو داریم، ماشین به علاوه 3 میکندش 8. 8 رو دوباره تقسیم بر 2 میکنه چند؟ 4. اینجا نگاه کنید. خروجی ماشین اول ورودی ماشین دومه. به این ماشین ما میگیم ماشین ورودی خروجی. حالا 5 رو داریم، باید جهت ماشین رو برعکس بریم. تقسیم بر 2 شده، ما ضرب در 2 میکنیم. 5 ضرب در 2 میشه 10. 10 رو اینجا به علاوه 3 شده. اگر در جهت درستش می اومدیم در جهت برعکسش باید منهای 3 کنیم. 10 منهای 3 میشه 7. الان ببینید یه بار دیگه از این سمت چک کنیم ببینیم درسته. 7 به علاوه 3 میشه 10. 10 تقسیم بر 2 میشه 5. بله درسته. حالا این یکی خروجی رو میخوایم برعکس ببریم سمت چپ. 4 رو باید ضرب در 2 کنیم میشه 8. 8 رو باید منهای 3 کنیم میشه 5. همین بالایی که داشتیم این بار به صورت برعکس انجامش دادیم. بعضی از ماشین‌های ورودی خروجی ممکنه که به ازای چند ورودی فقط یه دونه خروجی داشته باشه. مثلا این مثال گفته ماشین مساحتیاب مستطیل رو رسم کنید. مساحت مستطیل از رابطه طول ضرب در عرض به دست میاد. در نتیجه ما باید یه ماشینی طراحی کنیم که اینجا طول رو بگیره، اینجا عرض رو بگیره، یعنی 2 تا ورودی داره تحویل میگیره. کاری که انجام میده چیه؟ مساحتیاب مستطیله. خب یعنی چی؟ مساحتیاب مستطیل چیکار میکنه؟ طول رو ضرب در
عرض میکنه و یه خروجی به ما تحویل میده. مثلا اگر ما یه مستطیل داشته باشیم که طولش 5 باشه، عرضش 2 باشه، توی این ماشین به این صورت جایگذاری میکنیم: طول 5 عرض 2، 5 2 تا مساحت 10 رو به ما میده. مثال بعدی گفته ماشین محیطیاب مستطیل رو رسم کنید. محیط مستطیل برابر با طول به علاوه عرض ضرب در 2. الان چطوری رسمش میکنیم؟ ما 2 تا ورودی داریم. ورودی اولی طوله، ورودی بعدی چیه؟ عرضه. ماشین ما تو مرحله اول میاد طول رو به علاوه عرض میکنه و یه خروجی به ما میده. در مرحله دوم یه ماشین ترکیبی باید رسم کنیم. این خروجی که به دست اومد رو ضرب در 2 میکنه تا محیط مستطیل به دست بیاد. فرض کنید من یه مستطیلی دارم که طول و عرض 4 و 3 داره. 4 و 3 رو وارد میکنم، 4 به علاوه 3 میشه 7. در مرحله بعدی 7 رو ضرب در 2 میکنم و طول 14 برای مستطیل من به دست میاد. مثال بعدی گفته ماشین مساحتیاب مثلث رو رسم کنید. مساحت مثلث برابر با ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر 2. من باید الان یه دونه ماشینی رسم کنم که ارتفاع رو تو ورودی بگیره، قاعده رو توی ورودی بگیره. در مرحله اول قاعده رو ضرب در ارتفاع بکنه، یه خروجی به دست میاد. بعد این خروجی رو بیان تقسیم بر 2 بکنه تا مساحت مثلث به دست بیاد. مثلا فرض کنید من یه دونه مثلث دارم. مساحت مثلث رو توی فصلهای بعد میخونیم، ولی خب من اینجا مثالش رو براتون آوردم. این مثلثی که ما داریم اینجا به این قسمت عدد 5 رو میدم و ارتفاعش رو رسم میکنم. این میشه ارتفاع. فرض کنیم اینم 2. ارتفاع ما 2 بوده، قاعده ما هم 5 بوده، درسته؟ الان میام جایگذاری میکنم. ارتفاع من 2، قاعده من 5. 2 5 تا میشه چقدر؟ میشه 10. 10 تقسیم بر 2 میشه 5. اگر مثلا اینا رو میگفتم بر حسب متر بوده، مساحت من میشه 5 متر مربع. الان بریم سراغ حل فعالیت‌ها و کار در کلاس‌ها. از صفحه 12 شروع می‌کنیم. گفته در کلاس سوم دبستان یاد گرفتید که محیط یک مثلث متساوی الاضلاع چجوری به دست میاد. محیط مثلث‌های متساوی الاضلاع زیر رو پیدا کنید. خب ما میدونیم که محیط مثلث متساوی الاضلاع برابر طول یک ضلع ضرب در 3 هستش. اگه اینجا طول ضلعمون 1 باشه، 1 ضرب در 3 میشه 3. 2 ضرب در 3 اینجا طول ضلعمون 2 هستش. 2 ضرب در 3 میشه 6. اینجا طول ضلعمون 3 هستش. 3 ضرب در 3 میشه 9. تمرین دوم گفته ماشین ورودی و خروجی زیر رو کامل کنید. این یه دونه ماشینه که داره محیط مثلث متساوی الاضلاع رو پیدا میکنه.
محیط مثلث متساوی الاضلاع برابر بود با طول ضلع ضرب در 3. این ماشین هم طول ضلع رو به عنوان ورودی میگیره. ضرب در 3 کنیم میشه 3. 1 رو 2 رو ضرب در 3 کنیم میشه 6. 3 رو ضرب در 3 کنیم میشه 9. این طرف ورودی ها رو تحویل گرفتیم، این طرف خروجی محیط رو تحویل دادیم. تمرین بعد گفته با توجه به کاری که هر ماشین انجام میده عددهای خارج شده رو پیدا کنید. خب این ماشین هر عددی بهش بدی ضرب در 2 میکنه، 5 2 تا 10 تا. این یکی ماشین هر عددی بهش بدی دوباره ضرب در 2 میکنه، 9 2 تا 18 تا. این ماشین هر عددی بهش بدی تقسیم بر 3 میکنه، 6 تقسیم بر 3 2. این ماشین هم تقسیم بر 3 میکنه، 9 تقسیم بر 3 میشه 3. تمرین بعدی گفته جاهای خالی رو پر کنید. خب اینجا یه ماشینی داریم که هر ورودی بهش بدی ضرب در 2 میکنه، 2 2 تا 4 تا 4 2 تا 8 تا 6 2 تا 12 تا. اینجا هم یه ماشینی داریم که هر عددی بهش بدی تقسیم بر 5 میکنه، 10 تقسیم بر 5 2، 15 تقسیم بر 5 3، 25 تقسیم بر 5 5. رسیدیم به فعالیت و کار در کلاس صفحه 13. تمرین یک گفته محیط مربع چجوری به دست میاد. محیط مربعمون 4 تا ضلع برابر داره، پس کافیه اندازه یک ضلع رو ضرب در 4 بکنیم. بیایید برای این ماشین ورودی خروجیش هم رسم کنیم. خب یه ورودی اینجا میگیریم که همون طول ضلع هستش. عملیاتی که انجام میدیم ضرب در 4 و اینجا خروجی محیط مربع رو ازش میگیریم. گفته جدول زیر رو کامل کنیم. الان میگه که ما اینجا طول ضلع مربع رو داریم تو این ردیف بالایی، میخوایم محیط مربع رو ازش به دست بیاریم. کافیه که ضرب در 4 کنیم دیگه طول ضلع رو. 3 4 تا 12 تا، 7 4 تا 28 تا، 10 4 تا 40 تا، 5 4 تا 20 تا. گفته حالا جدول بالا رو با ماشین ورودی و خروجی زیر مقایسه کنید، چه ارتباطی با هم دارن توضیح بدیم. اینجا دوباره ورودی ها رو داریم، اینجا هم خروجی ها رو. ورودی های ما همون اندازه طول ضلع های ما هستن، خروجی های ما همون محیط مربع ما هستن. ما اینجا این جدول بالا رو به نحوی تبدیل کردیم به یه ماشین ورودی و خروجی که ورودی ها رو که همون طول ضلع هستن تحویل میگیره، ضرب در 4 میکنه و خروجی محیط مربع رو تحویل میده. 3 4 تا 12 تا، 7 4 تا 28 تا، 10 4 تا 40 تا، 5 4 تا 20 تا اینها رو به ما تحویل میده. تمرین بعد گفته معلم از دانش آموزا خواسته جدول زیر رو کامل کنن، شما هم تو جاهای خالی عدد مناسب بنویسید. خب ما دونستیم که برای به دست آوردن محیط مربع کافیه که طول ضلع مربع رو ضرب در 4 بکنیم. اینجا 4 4 تا 16 تا، 6 4 تا 24 تا. اما اگر محیط مربع رو به ما داده باشه و طول ضلع رو بخوان، کافیه که جهت توی ماشین‌های ورودی خروجی دیدیم کافی بود که جهت رو برعکس کنیم، یعنی این بار ضرب در 4 رو تبدیل به تقسیم بر 4 بکنیم. 20 تقسیم بر 4 میشه 5، 32 تقسیم بر 4 میشه 8.
تمرین بعدی گفته 2 نفر از دانش آموزا جدول‌های زیر رو پر کردن، جواب کدوم درسته و جواب کدوم نادرسته. این جدول‌ها در واقع داره محیط مربع رو از روی طول ضلع به دست میاره. رابطه‌اش چی بود؟ کافی بود که ما طول ضلع رو ضرب در 4 بکنیم. من این رابطه رو می‌نویسم. الان ببینیم که برای کدومش صادقه. طول ضلع ما وقتی 8 بوده ضرب در 4 شده 32. پس جواب امیر صحیح هست. اما اینجا طول ضلع ما اگر 32 باشه ضرب در 4 نمیشه 8. جواب مهدی اشتباهه. چرا؟ چون جهت رابطه رو برعکس نوشته. به جای اینکه باید می نوشت ضرب در 4 اینو تقسیم بر 4 کرده و این اشتباهه. دوستان رسیدیم به فعالیت و کار در کلاس‌های صفحه 14. گفته با توجه به کاری که هر ماشین انجام میده عدد خروجی رو پیدا کنیم. چند تا ورودی میگیریم، چند تا خروجی هم تحویل میدیم. کاری که این ماشین میکنه ضرب در 2 هست. 1 2 تا 2 تا 2 2 تا 4 تا 4 2 تا 8 تا. کاری که این ماشین میکنه به علاوه 3 هست. 2 به علاوه 3 میشه 5. 4 به علاوه 3 میشه 7. 8 به علاوه 3 میشه 11. گفته اگه این 2 ماشین رو پشت سر هم ببندیم و عددهای 2 و 4 رو وارد کنیم چه عددهایی خارج میشه؟ همون ماشین ورودی خروجی ترکیبی درست میشه که توی درسنامه ها بهتون توضیح دادم. ببینید اینجا این ورودی رو میگرفتیم و یه خروجی میداد به ما. خب خروجی های ما چی بود؟ 2 بود، 4 بود، 8 بود. همین خروجی ها رو این بار اومده ورودی یه ماشین دیگه قرار داده که به ما خروجی های 5 و 7 و 11 رو تحویل داد این بالا. الان اومده این 2 تا ماشین رو پشت سر هم بسته. خب 2 ضرب در 2 میشه 4. 4 به علاوه 3 میشه 7. 4 ضرب در 2 میشه 8. 8 به علاوه 3 میشه 11. به این صورت ماشین ورودی خروجی ترکیبی رو ما درست کردیم. ماشین های بالا با عددهای ورودی چه کاری انجام دادن؟ توضیح دهید. خب گفتیم ماشین بالا ورودی رو گرفته، خروجی ماشین اول همون تبدیل به ورودی ماشین دوم شده و یه خروجی دیگه تحویل داده. هر عددی که وارد این ماشین می شود ابتدا ضرب در 2 شده، سپس به علاوه 3 شده است. خب توی تمرین بعدی گفته توضیح بدین که ماشین زیر چه کاری انجام میده. عددهای خروجی رو بنویسید. این ماشین ورودی ها رو تحویل میگیره، ضرب در 4ش میکنه و بعد بلافاصله منهای 2 میکنه و این طرفی خروجی دیگه تحویل میده. 2 ضرب در 4 میشه 8. 8 منهای 2 میشه 6. 5 ضرب در 4 میشه 20. 20 منهای 2 میشه 18. جاهای خالی رو گفته پر کنید. اینجا ماشین ورودی خروجی ترکیبی داریم که چند تا ورودی تحویل میگیره و چند تا خروجی تحویل میده. 1 ضرب در 2 میشه 2 منهای 1 میشه 1. 2 2 تا 4 تا منهای 1 میشه 3. 4 2 تا 8 تا منهای 1 میشه 7. این یکی ماشین ابتدا تقسیم بر 4 میکنه، بعد به علاوه 2 میکنه. 8 تقسیم بر 4 میشه 2. 2 به علاوه 2 میشه 4. 12 تقسیم بر 4 میشه 3. 3 به علاوه 2 میشه 5. الان اینجا خروجی رو داده و ورودی رو میخواد. ما گفتیم که وقتی برعکس میخوایم ماشین رو بریم کافیه که جمع‌ها رو به تفریق تبدیل کنیم، یعنی این میشه منهای 2 وقتی برعکس داریم میریم.
و این تقسیم بر 4 میشه ضرب در 4. 6 منهای 2 میشه 4. 4 ضرب در 4 میشه 16. بریم ماشین بعدی. ضرب در 5 میکنه ابتدا، بعد تقسیم بر 5 میکنه. 2 5 تا 10 تا 10 تقسیم بر 5 2. 3 5 تا 15 تا 15 تقسیم بر 5 3. 7 5 تا 35 تا 35 تقسیم بر 5 7. این ماشین ما داره ابتدا به علاوه 4 میکنه، بعد منهای 4 میکنه. خب من به راحتی میتونم بگم که این ماشینم به علاوه 4 کنه بعد منهای 4 کنه، در واقع هیچ عملیاتی داره انجام نمیده روی عدد، یعنی خود عدد رو به ما تحویل میده. 9 به علاوه 4 میشه 13. 13 منهای 4 دوباره میشه 9. پس اینجا تو این ستون هر چی تحویل بگیریم به عنوان ورودی، همون رو هم به عنوان خروجی به ما تحویل میده. ماشین قبلی هم به همین صورت بود. یه دونه نکته اینجا میتونیم بگیم که اگر ماشینی یه ورودی رو بگیره، ضرب داره یه عددی کنه، بعد تقسیم بر همون عدد کنه، عدد به دست اومده با ورودی، خروجی به دست اومده با ورودی برابره. توی جمع و تفریق هم به همین شکل، ورودی که وارد میشه با خروجی که به دست میاد برابر میشه. خب دوستان، تمرینات یعنی فعالیت ها و کار در کلاس این 3 تا صفحه هم تموم شد. درسنامه هاش هم گفتیم بهتون. بزنین ویدیوی بعدی تا تمرینای این درس رو با هم دیگه حل کنیم.